نسبت سود ناخالص یا مفاد ناخالص یا Gross Profit Ratio چی است؟ در حسابداری چه قسم استفاده میشه و چطور میتونی این استفاده بکنی تا یک کمپانی رو بخوای مقایسه بکنی با کمپانی دیگه، ببینی که آیا مفاد خوبتری داره، وضعیت خوبتری داره، پول کافی داره تا بتونه مصارف دیگه خود کاور بکنه. یعنی چیزی است که داخل این ویدیو کاور میکنیم. سلام، میلاد اکبری هستم از چینل اکبری ایژوکیشن. خوش آمدین به چینل خودتان. امروز در مورد Gross Profit Ratio یا نسبت سود ناخالص میخوایم صحبت بکنیم. مستقیما میریم داخل ویدیو چی موضوعات است. اول Profitability Ratio کدام ها هستن؟ نسبت های مفاد و چیزی که نشان میده آیا یک کمپانی روی مفاد از فایده داره یا که نه. The Gross Profit Ratio را تشریح میکنیم. چطور میتونیم Gross Profit Ratio یک کمپانی را بیشتر بسازیم؟ اگر منیجرت از تو پرسان کرد ما میخوایم این نسبت بهتر بسازیم، تو به حیث اکاونتنت چه رقم جواب برش میدیم؟ فرمولایش تشریح میکنیم. اگزامپل و پرکتیس کوئسشن داریم. مستقیما روی Profitability Ratios. Profitability Ratios are a class of financial metrics that are used to assess a business ability to generate earnings relative to its revenue, operating cost, balance sheet assets, or shareholders' equity over time. ببینید یک معیار است، به زبان ساده اگه بخوایم بگیم یک معیار مالی است که توسط از اون ما میتونیم مقایسه بکنیم، کمپیر بکنیم یا تحلیل بکنیم یا ارزیابی بکنیم که یک کمپانی چقدر مفاد به نسبت بعضی اجزای دیگه بزنس، بعضی عناصر دیگه بزنس به دست بیاره. مثلا در مقابل رونیو، مثلا در مقابل آپریتینگ کاست خود، آیتم های بالانس شیت، هر چیز دیگه یا را به نام پروفیتابیلیتی ریشیوز یاد میکنن. چرا؟ مفاد بزنس میگیره یک نسبتش به یک عضو ثابت دیگه تعیین میکنه که انواع مختلف داره. در ویدیوهای دیگه ما ایره کاور میکنیم. فقط چیزی که داخل این ویدیو کاور کردیم به نام Gross Profit Ratio است که یکی از است. Gross Profit Ratio نامای مختلفی داره که به نام Gross Profit Margin، Gross Margin Ratio هم یاد میشن. این دو نام، سه نام به یاد داشته باشین. هر وقتی که سر خوردین امی یک مفهوم میده. Is often shown as gross profit as a percentage of net sales. به صورت عموم سعی کنین IFRS، US GAAP و حتی قانونهای اکاونتنسی مختلف کشورهای مختلف است و بعضی کسایی که میان کمپانی ها را ارزیابی میکنن بعضی المنت ها را کم و زیاد میکنن، ولی به صورت عموم اگر شما بخواین Gross Profit Ratio رو پیدا بکنین، بهترین حالتی است که Gross Profit as a percentage of net sales بخواین پیدا بکنین. Gross Profit چند فیصد net sales میشه؟ سعی کنین این Gross Sales نیست. Net Sales سلس خالصی است که باقی مانه. مثلا یک کمپانی فروشات داره، یک مقدار از او به دیسکاونت میره، یک مقدار از او مثلا شاید حتی مثلا ریتورن داشته باشه. نظر به معیار کمپانی، پروسیجر کمپانی فرق داره که کدام چیزا را کم میکنه از سلس خود تا به چی برسن؟ تا به نت سلس برسن. وقتی که تو گراس پروفیت پرسنتیج به نسبت نت سلس پیدا کردی، او را به نام گراس پروفیت ریشیو یاد میکنن. گراس پروفیت خودش چی است؟ گراس پروفیت is sales minus the cost of goods sold. وقتی که تو سلز داری در یک کمپانی، اگر تو بیای مصارفی را یا هزینه ای را که او جنس خریداری کردی، تهیه کردی، او را ازش کم بکنی، جنس تهیه کردی، خریداری کردی یا پرودیوس کردی در پرودکشن پروسس، اگر او را ازش کم بکنی، چیزی که باقی میمانه به نام Gross Profit Business یاد میشه. Shows the amount of profit made before deducting sales, general and administrative cost. به ادامه ازی فکر که فروشات داشتی، آمدی او چیزی را که فروختی، چه خدمات باشه، چه یک چیزی را خودت تولید کردی،
چه مثلا یک آیتمی رو خریدی و دوباره فروختی، کاست از او را، هزینه از او را کم میکنی تا به گراس پروفیت برسی و این گراس پروفیت تمام پولی است که باقی میمانه بعد از مصرف کم کردن و این آماده است که تو مصارف دیگه بزنس تکاور بکنی. مصارف دیگه چی است؟ به کارمندایت پیسه میدی، معاشی است که پرداخت میکنی. فکر کن بخش اکاونتنسی، بخش فروشات، بخش بازاریابی، بخش آیتی، تمام مزیا اون مصرف کاور میکنه. بخش ادورتایزمنت خودش پیمنت میکنی، مثلا ادورتایزمنت داری، بعضی شعبات و نمیفهم دفاتر کرایه گرفته و بعضی مصارف دیگه داخل بزنس وجود داره، بعد از او باز کت میشه. این موضوع یادتان باشه. The ratio indicates the percentage of each dollar of revenue that the company retains as a gross profit. هر پنی یا هر دلار یا هر سنت، هر چیزی که میگین، هر دانی از او را میگه، هر دلاری را میگه که برای کمپانی باقی میمانه به حیث گراس پروفیت، به حیث سود ناخالص بعد از اینکه کاست آف گود سولد کمپانی کت شد. یعنی هر مقدار یا هر اماونتی که، هر دلاری که باقی میمانه در بزنس از رونیوی حاصل شده بعد از اینکه کاست آف گود سولد ازش کم کردیم. به زبان ساده بوده یک تست یور اندرستندینگ داریم، حتما این را بخوانین. این موضوعی که تشریح کردیم خود یک دفعه ارزیابی کنین، یاد گرفتین یعنی بعد از او پیش برین. اگر یاد گرفته بودین جوابتان در پایان بند، اگر نگرفته بودین برین یک دوباره ویدیو را از همون قسمت اول ببینین تا اینجا خوب سعی مطمئن شدین. بعد از ادامه ویدیو ادامه میدیم. How to increase the gross margin ratio. در حالتهای مختلفی پیش میاد. سعی کنین، ما اول یک ارزیابی نظر به تجربه و وقتایی که مثلا من در بخش اکاونتنسی کار کردم و یا انالیسیس استاک مارکت کردم، یا یک ارزیابی به این حالت بکنیم. دو حالت است. تو اکاونتنت بزنس هستی و برای تو منیجر تو میگه یا بورد دایرکتور میگه یا سی او کمپانی میگه ما میخوایم امین گراس پروفیت رشیو خود بالا ببریم. چطوری را بالا ببریم؟ باید اما راهکارهایی که میتونی را بالا ببره پیش خود داشته باشی که اونجا حداقل بیان کرده بتونی و یک راهکار خوب مثلا با بورد اف دایرکتور نشان بدی که اینی کار اگر ما انجام بدیم میتونیم که مثلا گراس پروفیت خود بهتر کنیم، گراس پروفیت ریشیو خود بهتر کنیم، مارجین خود بهتر کنیم. یا مثلا قرار است در کمپانی اپل سرمایه گذاری بکنی، سهام کمپانی اپل بخری، استاکش بخری، شیرش بخری، ولی به این فکر هستی که آیا گراس پروفیت ریشیوی ازی در مقایسه با یک کمپانی دیگه چطور است؟ یک کمپیر میکنی بین اپل و بین مثلا کمپانی گوگل، یک کمپیر میکنی و میبینی یک چند خبر و یک چند معلومات میخوانی، میبینی گوگل بعضی کارا را میکنه که پروداکت کاستش کمتر میشه و این باعث از این میشه که چی؟ گراس پروفیت کمپانی بالا بره و سر ولیوی شیر تأثیرات بانه. سعی کن این نقاط خیلی تکنیکال است. فقط اگر میخوایی که بفهمی چه رقم انکریز پیدا میکنه، سه نکته یادتان باشه. اولی که انونتوری ارزانتر خریداری بکنی. یعنی اگر تو یک کامپیوتر میخوای جور بکنی و رمش از بیرون خریداری میکنی، اونم رم ارزانتر اگر خریداری کرده بتانی، دو حالت است که میتونی مثلا گراس پروفیت بیشتر. چرا؟ کاست بزنس کمتر میشه، کاست آف گود سولد کمتر میشه، مقدار زیادتری باعث گراس پروفیت میمانه. تنها این نیست که مثلا تو بگیری کیفیت خراب بکنی تا او را خریداری کنی. راههای مختلفی وجود داره. بر از اون راه ما مد نظر گرفته میتونیم مثلا دورهای قبلی کمپانی اپل اکثریت پروداکشن خود داخل خود آمریکا انجام میداد، اما آمدی را آوتسورس کرد، برد به چین. سیم کوالیتی، حتی کوالیتی بهتر ولی به قیمت ارزانتر برش تمام میشه. یا ای که مثلا تو اگر 10 دانه بخری خیلی کاست بیشتر برمی داره، ولی اگر بری یک فرمایش بدی 1000 دانه بخری یک دیسکانت میگیری، تخفیف میگیری. این راه های خریداری ارزانتر است. decrease the production cost. اگر یک تولیدات داری و یک آیتمی رو خودت کامپلیت میکنی، مثلا یک کامپیوتر میسازی،
قیمت کامپیوتر کمتر بساز، پایینتر بساز. چه رقم؟ پرودکشن کاست تا کم کنی. پرودکشن کاست مثلا لیبر افکتیو استفاده که ماشینالات جدید بیاری، ترینینگ بیتی و راههای مختلف دیگه. سیلینگ گودز at a higher price این چیزی نیست که به آسانی بتونه کمپانی دیساید کنه، چرا که کمپیتیشن زیاد است داخل بزنس، داخل همون مارکتی که وجود داره. ولی یک راهشی است اگر تو با 100 مفروشی علی 120 بفروشی، در حالی که کاست تو واده بود 80، الان هست 80، در حالت نرمال 20 میمان، اگر قیمت تا بالاتر ببری تقریبا 40 برات باقی میمانه. یک راه اینکریز کردن. پس این راه ها رو میتونی خودت پیشنهاد بدی و راههایی مد نظر بگیره که میتونه گراس پروفیت ریشیو را بالا ببره. فرمولا چی است؟ خیلی ساده. گراس پروفیت ریشیو مساوی است با سلز منفی کاست آف گود سولز. اول براتون چیزی رو که پیدا میکنی به نام گراس پروفیت میگه، یعنی در صورت سلز منفی کاست آف گود سولد میکنین تا گراس پروفیت پیدا شود و گراس پروفیت تقسیم سلز میکنین، برای شما چی را میده؟ گراس پروفیت ریشیو. Mostly the net sales is considered net sales gross revenue minus returns, allowance, discounts. چیزی بود که نظر به پالیسی هر کمپانی یا حداقل هم قانونهای اکاونتینگی که هر کشور پیش میبره متفاوت تر است. ببینین او را بخوانین تا مطابق هم کشوری که هستین بتونین تصمیم گرفتن. ادامه میدیم. تا اینجا درس بخوانین سواله، اگر مطابق میلتان بود راحت تانستین جواب بدین، خوب نتانستین برین ببینین دوباره برگردین ادامه. یک اگزامپل داریم. اگزامپل ما ساده است، یک استیتمنت تقریبا انکم استیتمنت حالا به صورت بیسیک آورده پیش رویتون که شما از این بتونین گراس پروفیت ریشیو را پیدا بکنین یا پر یونت پیدا بکنین که چقدر پر یونت گراس پروفیت باقی میمانه. میبینیم که ما سلز داریم، چیزی که وجود داره سلز است، کاست آف گود سولد ازش کم کرده، برای ما گراس پروفیت داده 400. بعد از این آمده SG&A که به نام operating expense میگه، sales general and administrative SG&A operating expense به زبان ساده 200 کم شده، چیزی که باقی مانده operating profit business است که 200 است. بعد از این باز رفتن interest expense کم کردن ازش که 25 کم شده و profit before tax قبل از اینکه مالیات رو بپردازن 175 مانده، مالیات 50 هم ازش کم کردن و نت پروفیت 125 باقی مانده. پس چیزی که اینجا وجود داره، اگر شما بخواین گراس پروفیت پیدا بکنین از سلستان میاین کاست آف گود سولد کم میکنین، گراس پروفیت براتون میده که 400 است. وقتی که 400 دوباره بیاین تقسیم سلز بکنین، 400 تقسیم سلز شوه برای شما 40% میده. ولی 40% چی معنی؟ خطی است که در پایین نوشته شده. به این معنی که اگر شما یک جنس $1 بفروشین یا از هر دلاری که شما رونیو میکنین 60 سنت از او یا 60% از او را به حیث کاست آف گود سولد میدین و 40% از او یا 40 سنت برای شما به حیث گراس پروفیت باقی میمانه. ادامه یک پرکتیس کوئسچن داریم. If sales is 10,000 and cost of sales یا cost of goods sold is 6,500, 10,000 6,500, what is the gross profit percentage؟ شما gross profit percentage چه رقم پیدا میکنه؟ خیلی ساده. ما از سلز خود کاست آف سلز کم میکنیم، 3500 میمانه، 3500 تقسیم سلز میشه 10,000، 35% و جواب ایما صحیح است. جهان سپاس که تاییدم همراه ما بودین. اول خود لایک بزنین، همکاری میکنه همراه الگوریتم یوتیوب و همراه ما همچنان که این ویدیو به دست بیشتر افراد برسه و خیلی هست که مثلا به زبان فارسی و زبان دری این موضوعات ندارن، وجود نداره داخل اینترنت. شما میتونین ایره به دسترس از هم قرار بدین و یادتان نره ایره شریک بسازین با دیگه دوستاتون هم یاد بگیرین این موضوعات. جهان سپاس که تاییدم همراه ما بودین و اگر میخواین سیمیلر ویدیو را آینده ببینین دکمه سابسکرایب بزنین. وقت شما بخیر.